شام 19 ایول یک ساکن 36 ساله از شهر دوشنبه از بام مهمانسرای در منطقه پوکت در تایلند به زمین افتاده جان داده است. تلویزیون امرین و نشریه تای نیوز روم با تکیه به مقامات انتظامی نوشتند هوشنگ باقیف سیاح 36 ساله و شهروند روسیه خود را از بام مهمانسرای نیهرن به زمین انداخته در جای حادثه هلاک شده است. در شبکه‌های اجتماعی نوار این حادثه نشر شد که در آن دوستان این جوان به زبان تاجیکی از او خواهش میکنند از بام فرآید، ولی او به حرف دوستانش گوش نداده خود را به زمین میاندازد. جسد را برای کالبدشکافی به شفاخانه وچیره در پوکت انتقال دادند. روزهای اخیر یک عده بلاگرهای شناخته تاجیک با نشر نوارها از تاشکند میگفتند که در راه به سوی تایلند هستند. بعد مرگ باقیف سر و صدا زیاد شد که چرا بلاگرها در این باره حرف نمیزنند. در جواب به این همه پرویز نیازوف معروف با نام پرویز امریکا بلاگری تاجیک مقیم امریکا در یک شرح کوتاه تصدیق کرده است که روز شنبه چند ساعت پس از ورود آنها به پوکت حادثه ناخوش روی داد. با قول پرویز امریکا تفتیش حادثه جریان داشته است و هیئت تاجیکان را همچون شاهد حادثه بازپرسی کردند. امروز نزدیکان فوتیده به تایلند رسیدند و پلیس باید بر اساس معاینه طبیبان سبب مرگ باقیف را اعلام کند. و قول منبع‌های قابل اعتماد هوشنگ باقیف که کارمند یکی از شرکت‌های موبیلی تاجیکستان بود، دوستی نزدیک تاجیک داماد یک بلاگر دیگری تاجیک است و همراه او در نوارهای زیاده دیده می شود.